دانید ابلیس چگونه اجتماع را رهبری می کند؟ از دو شیوه مؤثر کار می گیرد. اول، کنترل ذهن. کنترل ذهن یعنی کنترل نمودن افکار، رفتار، احساسات و تصامیم یک فرد از طریق راهکارهای فیزیکی، روانی و ماورا طبیعی و همچنان به معنای ضعیف نمودن توانایی یک فرد در تفکر مستقلانه و منتقدانه به منظور وارد نمودن افکار جدید در ذهنش و ایجاد تغییر در رفتار، ارزش‌ها و عقاید وی میباشد. And so today these hybrid bloodlines are known as the Illuminati, the illuminated. و امروز این دودمان مرکب به نام ایلومیناتی یاد می شود و آنها کسانی هستند که شرکت‌های بین المللی، دولت‌ها، سیستم بانکداری و تمام صنایعی که اداره امور اجتماع را به عهده دارند را کنترل می کنند. و چون نظر به نفوس جهانی اینها در اقلیت قرار دارند، هدفشان این است که متباقی مردم را در زندان فکری تحت بردگی خود درآورند تا اینکه این اقلیت اکثریت وسیع را در کنترل داشته باشند. ما را برای چیزی آماده ساخته‌اند. افکارمان را برای چیزی آماده ساخته‌اند و این تصادفی نیست و ما مردم بیچاره کوشش می‌کنیم که نظر به دنیا بندازیم و کوشش آن را داریم تا بفهمیم چی چیز در حال وقوع است. ما می‌بینیم که همه چیز به سمت یک دولت جهانی در حرکت است. کنترل و دستکاری افکار سیاسی اسلحه مهم برای فریماسون‌ها در کنترل دولت‌ها و ملت‌ها است. فریماسون‌ها می‌دانند که پلان آنها برای یک دولت جهانی وابسته به موتی ساختن مردم است و بزرگترین تهدید سر راه آنها تهدید یک فکر آزاد است و برای اینکه این تهدید را از سر راه خود بردارند آنها پلان گرفتند که تمام ابعاد زندگی مردم را در کنترل داشته باشند تا زندگی شما را در کنترل داشته باشند. دوم، تقسیم بندی اجتماع. تقسیم بندی بازار یک اصطلاح اقتصادی است که به معنای تقسیم نمودن مشتریان به گروه‌های مختلف بر اساس خصوصیت‌های متفاوت آنها میباشد. این گروه‌ها متشکل از مشتریانی است که یکسان به استراتژی‌های بازاریابی واکنش نشان می‌دهند و مشتریانی که دارای ضروریات، علایق و موقعیت یکسان هستند. دقیقاً همین موضوع امروزه در اجتماع ما صدق می‌کند. طبقه ممتاز جامعه مردم را به گروه‌های مختلف طبقه بندی نمودند و برای هر گروه برنامه‌های مشخص را طرح‌ریزی می‌کنند و این گروه بندی بر اساس تفاوت‌های مردم صورت گرفته است، بر اساس جنسیتشان، سنشان، استاندارد زندگیشان، ملیتشان، کشورهایشان، ضروریاتشان، علایقشان و بر اساس سطح آگاهیشان. بنابراین اجتماع را تقسیم بندی نمودند و مردم را کنترل می کنند و اسلحه‌ای که از آن استفاده می کنند در خانه هایتان است، حتی در جیب هایتان. این دلیل دارد که سیستم آموزش خراب شده و این دلیل است که هیچگاه خوب نخواهد شد. منتظرش نباشید، خوب نخواهد شد. به چیزی که دارید قانع باشید، چون صاحبان این کشور این را نمیخواهند. من در مورد صاحبان واقعی حرف میزنم. صاحبان واقعی، سرمایه‌دار، بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ تجارت پیشه که همه امور و تصامیم اجتماع را در کنترل دارند. سیاستمداران را فراموش کنید، آنها مهم نیستند. شما حق انتخاب ندارید، شما صاحب اختیار دارید. اختیارتان به دست آنهاست. آنها مالک همه چیزند، مالک کشورهای مهم. آنها مالک و اداره کننده شرکت‌ها هستند. از بسیار قبل سنا، کنگره، خانه‌ها و تالارهای شهر را خریداری کرده‌اند. قاضی‌ها را در جیب خود دارند. آنها مالک میدیاهای بزرگ هستند. بنان تمام اخبار و معلومات را که میشنوید کنترل میکنند. سالانه میلیاردها دلار را صرف تبلیغات میکنند. تحمیل معلومات به منظور رسیدن به اهدافشان. تو نمیتوانی حقیقت را تحمل کنی. ما در جهان زندگی میکنیم که با دیوارها بسته است و آن دیوارها با افراد مسلح محافظت میشوند. ما میبینیم که مردم در مورد تشکیل فریماسون ها سخن میگویند، در مورد ایلومیناتی، بانکداران بین المللی، صهیونیست ها، هوشیاری موجودات فرازمینی. حتی بعض گروه های شیطانی پیدا شده اند، ادیان عصر نوین. و چیزی که ما متوجه شدیم این است که تمام این گروه ها یک نیرو را پرستش می کنند.
اگر در سطح بالای این گروه ها بروید میبینید که آنها یک نوع عبادت دارند که برای خداوند نیست. عبادتشان برای خدای موسی یا عیسی یا محمد علیهم السلام نیست، بلکه برای نیروی دیگر است و آنها او را میپرستند. آنها از این نیرو قدرت میخواهند و کسب میکنند. الله متعال میفرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، که شیطان شما را به فقر تهدید میکند و سپس به فحشا امر میکند، به فحشا دعوتتان میکند و ما شاهد زمینه های مشخصی هستیم. این زمینه های را در ذهنتان داشته باشید. زمانی که در مورد یک سیستم بین المللی فکر میکنید، تهداب این سیستمی که ما در آن زندگی میکنیم چیست؟ ترس از فقر، شرارت و فساد و گروه های مختلفی که در مقابل ما قرار دارد. نگاه کنید، شرارت. بروید به فیلم ها و ببینید قهرمان 50% فیلم ها یک مجرم است. امروزه دوست ها و راهزن ها قهرمان هستند که مردم خصوصا جوانان آنها را الگو قرار داده و میپرستند. موسیقی را ببینید که چه الفاظی از هرج و مرج و موسیقی در میان جوانان بیرون می شود. سپس به دنیا ببینید، بد اخلاقی، و شما آن را در فیلم ها و پروگرام ها مشاهده می کنید و بعضی از مسلمانان نیز مشاهده می کنند. خصوصا خواهران در جریان روز این برنامه ها را مشاهده می کنند. آنها برنامه های متفاوت را می بینند، سریال های متفاوت را می بینند و حتی این سریال ها را ثبت می کنند تا اینکه بعداً رفتن خانه آن را تماشا کنند. این روند کنترل ذهن در هر جا است، در مکتب، دانشگاه، در میدیا و سیاست و توسط سازمان‌های خاصه چون BBC، CNN، فیفا، ناسا، نشنال جیوگرافیک، صنایع موسیقی، سیستم بانکداری و غیره تحت اداره طبقه ممتاز جامعه یعنی ایلومیناتی یا انجمن‌های مخفی صورت می‌گیرد و اسلحه‌ای که بر علیه شما استفاده می‌کند در خانه‌های خودتان است که شما و اطفالتان را سرگرم ساخته و به تدریج اذهانتان را منحرف می‌سازد. ببینید آنها چگونه اخلاق و انسانیت را از بین برده و شما را وابسته یعنی معتاد به تولیدات خیش ساخته است.
Do you know what I'm talking about? میدانی در مورد چی حرف میزنم؟ ماتریکس؟ Do you want to know? میخواهی بدانی که ماتریکس چیست؟ ماتریکس در هر جاست، در دور و بر ما. حتی همین حالا در همین اتاق وقت پنجره را باز کنی آن را میبینی، و یا وقتی که تلویزیون را روشن کنی میتوانی احساسش کنی. وقت سر کار میروی، وقتی به کلیسا میروی، وقتی که مالیات را میپردازی. ماتریکس جهان است که روی چشمانت کشیده شده است تا حقیقت را دیده نتوانی. کدام حقیقت؟ حقیقتی که تو یک برده هستی، مانند هر کسی دیگر. تو نیز در اسارت به دنیا آمدی، در زندان به دنیا آمدی که نه آن را لمس میتوانی، نه بو و نه چشیده میتوانی. زندان برای ذهنت. ذهنت را باز کن. نگذار که چشم ذهنت را فریب دهد. هرچی جز دین مردگی و هرچی جز سنت حزن.